کسی اینجا نیست، نه پلیسی که بخواد مراقب آدم باشه و نه آدم هایی که برای پلیس رو کار میکنن. ولی خوب میدونم همشون این دور و بران. 1000 فرانک توی جیبمه و لباسای نو هم پوشیدم. ولی یک حسی به من میگه باید آرامشم رو حفظ کنم و بذارم همه چی روال طبیعیشو طی کنه.